خودشون نفرمودن سفارش نکردن برای سیغه. بخونید آیه رو. آیه عربی شما نمیتونم بخونم ولی فارسیشو براتون میکنم. زنانی را که سیغه میکنید واجب است آنها را بپردازید. آیه چندم فرمودید؟ آیه 24 سوره نساء. الان من آیه 24 سوره نساء رو خدمت شما آوردم اینجا. در کجای این آیه کلمه صیغه اومده؟ کلمه متق اومده. بله؟ متق همون چه میشه؟ متع اومده؟ کجاش متع اومده؟ خب بخونید. مثلا ببینید الان این آیه رو من آوردم رو صفحه تلویزیون. الله سبحانه و تعالی میفرماید والمحسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. بخونید آیه رو ترجمه کنید برای من. من فارسی شو بخونم. زنانی رو که صیغه میکنید واجب است مهر آنها. ببینید این آیه اینطوری نیست نوشته. شما نیست در آنچه برای توافق کنید. خب این ترجمه ای که شما دارید میخونید یه آخوندی اومده به دروغ ترجمه کرده، شما دارید میخونید. ببینید من میگم که اصل آیه رو بخونید و الفاظ عربیشو بعد تحت خب این در مورد صیغه مورد ازدواج موقت خوب هست. نه موقت چیزی اینجا هم که میگه که اینجا استمتاع یعنی فما استمتعتم، برای اینجا صیغه نمیشه. میگه از زنانی که از اونها لذت بردید، با اونها همبستری کردید. بعد از اون میگه که اینها رو و چیزشون رو بدید، اون مهری که بر اونها تعیین شده است رو بدید. چون ببینید ما یک قاعده ای داریم، وقتی که شما با یک خانمی ازدواج میکنید، درسته؟ وقتی که با ایشون همبستر شدید، اون مهری که بین شما هست تمام اون تعلق میگیره به اون خانم دیگه. شما نمیتونید اون رو مطالبه بکنید الا اگر که قبل از همبستر شدن از هم جدا بشید. اینجا بحث این اصلا ربطی به صیغه نداره. اصلا ربطی به صیغه نداره اینجا. نه کجاش خنده داشت برادر عزیز. شما ببینید الان شما نص عربی آیه رو بلد نیستید بخونید، رفتید ترجمه تحریف شده یک آخوند گمراهی رو آوردید برای ما میخونید، میگید که اگر که صیغه کردید. چه ربطی داره بابا؟ کجاش صیغه است یعنی این؟ یعنی کلمه استمتاع نه ببینید برادر الان من به عربی میگم. خب ببینید من برای میگم انا استمتع به شرب الشای، من لذت میبرم از نوشیدن چای. انا استمتع فی الحدیث معک، من از صحبت کردن با شما لذت میبرم. یعنی من استغفر الله، یعنی من از صیغه کردن با شما لذت میبرم، یعنی من صیغه کردن با چای لذت میبرم. این چه ترجمه ای است که این آخونده گمراه کرده؟ نه متع یعنی لذت بردن. مثلا ما میگیم حج تمتع. مثلا میگیم حج تمتع. چرا میگن حج تمتع؟ چون طرف میاد عمره میکنه، بعد از اون از احرام در میاد،
همه اون محرماتی که وجود داره همه اونا رو میتونه انجام بده. یعنی چی میکنه؟ لذت میبره از این چند روزی که تا موسم حج مونده، استفاده میکنه از این چند روز. یعنی هم بگیم حج صیغه. ممنون. سوال دیگری هم دارید برادر؟ زنده باشید، زنده باشید. خدا نگهدارتون. خدا. خیلی عذر میخوام، شما اول گفتید سوال ندارید، بعد از اون سوال دیگه من متاسفانه قطع کردم، اما اگر خواستید میتونید دوباره تماس بگیرید. ببینید دوستان عزیز، من در هفته گذشته در مورد اون روایتی که در نهج البلاغه بود، لله بلاء فلان او بلاد فلان، که تعریف واقعا زیبایی از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در مورد حضرت عمر بود. من کتابخانه‌ای دارم که یعنی شاید بیشتر از کتاب‌هایی که از یعنی در مورد مسائل مختلف مذهب شیعه وجود داره شاید بیشتر از کتاب‌های اهل سنت باشه. یه وقتی خواستم برم چیکار بکنم، این حدیث رو، این روایت رو در موردش بحث بکنم که خلاصه این لله بلاء فلان، این ابوبکر است، عمر است، سلمان است، طوری که ادعا کردن کی است. خلاصه برنامه‌ای دستم رسید، دانشنامه نهج البلاغه، خیلی جالب بود. یعنی همه بلاغه رو، نسخه‌های نهج البلاغه رو، ترجمه‌های نهج البلاغه رو همه رو جمع کرده بودن در این. یک روزی هم دادم تو سرچ در نهایت، خب مثلا محمد جواد مونی اومده بود گفته بود که ابوبکر است منظور و میگن که ابوبکر است، اما عمر رو هم ذکر کردن و این بیشتر شارحین و کسانی که نهج البلاغه رو به اصطلاح شرح کردن یا ترجمه کردن گفتن که چیز است، از علمای شیعه یا نه از اهل سنت، گفتن که منظور عمر است، یا ابوبکر است یا عمر است، اما بیشتر گفتن که عمر است. در بین همه اینا جالبترین روایتی بود که یکی از علما اینو آورده بود، حالا انشاءالله من نص این رو پیدا بکنم براتون. گفته بود که اما چون این تعریف برخلاف اعتقادات تشیع هست، ما این تعریف رو قبول نداریم که منظور عمر بود. یعنی چی؟ یعنی اگر علی هم گفته باشه که عمر همچین انسانی بود، چون که ما این اعتقاد، این تعریف از عمر خوب، این اعتقاد که ما اعتقاد داشته باشیم که عمر آدم خوبی هست برخلاف اعتقادات تشیع هست، به همین دلیل ما این روایت رو قبول نداریم. یعنی این چه محبت اهل بیت است، این چه پیروی از حضرت علی است که اعتقاداتی که خودشون ساختن، اون اعتقادات ارزشش بالاتر از سخنان علی رضی الله تعالی عنه و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم استاد محترم، خوب هستین؟ صحتمند؟ سلامت باشید، بفرمایید. صدای ما میآید؟ بله بله بفرمایید. ما از اهل افغانستان هستیم. ما تشکر میکنم از برنامه شما. دیگه سلامت باشید. خب برنامه دار انشالله، ما هر دفعه برنامه شما رو تعقیب میکنیم. ما از شما یک سوال داشتیم آقای انصاری. بله. شیعیان ایران که هست بسیار همین تو خرافات میگه، ولی همین خرافات اینا که هست همین افغانستان هم تاثیر کرده. سابق که بود شیعیان افغانستان که بود مردم های خوب بود، پشت ابوبکر و از ابوبکر عمر در پیامبر صلی الله علیه و سلم توهین نمیکردن. اینا ماخوندار افغانی هم همیشه شیعه اینا هم همین تو یاد دادشتن، اینا رو همین تو گمراه کردشتن. الله متعال هدایتشان بده برادر عزیز. تشکر از شما. بخیر باشن استاد. زنده باشه. خدا نگهدار شما. بله، من در یکی از برنامه عرض کردم که موقعی که اینا بردن جوانهای شیعه را از کشورهای مختلف در ایران، در قم، و اونها رو با این شرکیات و کفریات و با حقد و کینه بر علیه مسلمانان تربیت کردن، از اون روز بدبختی در کشورهای اسلامی آغاز شد.
بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام. علیکم السلام. زنده باشی. من محمد هستم از تهران. آقای محمد از تهران. آقا محمد بفرمایید. بله زنده باشی. یه سوال از شما داشتم. چشم. توی زمان فتوی ها که توی حالا سپاه دونم بودن و میگرفتن و میبردن و میگن باهاش ازدواج کردن، آیا این درسته؟ متوجه نشدم، صداتون قطع شد. برای یک ثانیه لطف کنید دوباره سوالتون رو. میخواستم بپرسم که میگن در زمان پیامبر توی جنگ ها زنانی که در سپاه روبرو بودن حالا میگرفتن اونو مال خودشون برمی‌داشتن یا میگن کنیز میبردن. مثلا این موضوع اصلا درسته یا نه؟ اگر هست چجوریه؟ درست باشه، چشم، در این مورد صحبت میکنم. زنده باشی. تشکر. سلامت باشی. خدا نگهدار. خداحافظ شما. ببینید، خیلی از سوالاتی در این باب که دشمنان اسلام، خاصتا کسانی که خودشون رو پیرو عیسی علیه السلام میدونن، در شبکه هاشون، در سایت هاشون خیلی مطرح میکنن. کالبره در اسلام بردهداری است، در اسلام کنیزداری است، اسلام با خشونت مسلط شده، اسلام با قتل و نان در فلان جنگ این قدر کشتن، در فلان جنگ اینو کشتن. یک حقیقتی است که ما باید بگیم و اون این که ما گاهی اوقات یعنی میاییم از یک سری واقعیت هایی که وجود داره در تاریخ بشر چشم پوشی میکنیم. به طور مثال 50 سال قبل جنگ ها چگونه بود و الان چگونه است؟ 100 سال قبل جنگ چگونه بود و الان چگونه است؟ 150 سال قبل. اینا به خاطر این 50 و 100 و 150 میگم چون اینو دیگه تقریبا فیلماش هست، یعنی بعضی از وثائق دقیق هست. حالا مثلا 200 سال قبل بگیم شاید نتونیم اثبات بکنیم، نه فیلمی وجود داشت در اون موقع، نه یعنی سند قطعی وجود داشت. تا 100 سال قبل یعنی همه ما شاهد هستیم که هنوزم فیلم هایی هست. روش جنگ 50 سال قبل و 100 سال قبل با روش جنگ امروز فرق میکنه. امروز یک هواپیمای بدون سرنشین میاد در قسمتی از یک شهر، یک هدفی رو در اونجا تعیین میکنن توسط جی پی اس و اون هدف رو نشانه میگیرن از ارتفاعات مثلا 2000 3000 4000 متری، با یک موشکی هدایت شده اون طرف رو با حالا شاید 1 نفر یا 2 نفر از همراهانش باش کشته بشن. هدف قرار میدن، تمام. بعد از اون دیگه به کسی دیگه، حتی شاید مثلا 2 تا اتاق کناره هم هست، شاید کسی که در اتاق کناری هست بعضی اوقات اصلا خبر نمیشه. 1 نفر یا 2 نفر رو میکشن، تمام. حالا این طرف مثلا یک لشکری برای خودش داره، یک گروهی داره، هیچ کس خبر نمیشه و صبح بلند میشن که آقا مثلا رهبرشون رو کشتن. میشن هواپیمای آمریکایی مثلا در افغانستان، در عراق، در سوریه خیلی ها رو با این روش کشته. اما 50 سال قبل این چیزا نبود. 60 سال 70 سال قبل این چیزا نبود. مثلا در جنگ جهانی دوم میلیون ها نفر کشته شدن. مثلا اومدن بمب اتم انداختن مثلا در هیروشیما، ناکازاکی، صدها هزار انسان رو کشتن. میلیون ها نفر در جنگ جهانی اول، در جنگ جهانی دوم کشته شدن در این 150 سال اخیر. جنگ امروز با جنگ 50 سال قبل فرق داره، با جنگ 100 سال قبل فرق داره. بعضیا فکر میکنن که موقع که مثلا مسلمان ها می جنگیدن با کفار، با فارس ها، با روم ها، با مختلف، مسلمان ها اینطوری تصویر اینطوری میدن به شما که مسلمان ها یک گروه وحشی بودن که خلاصه 4 طرف حمله میکردن و میکشتن و میبردن و کنیز میگرفتن و برده میگرفتن. نه برادر، اینطوری نبود.
قبل از اسلام همین فارس و روم در بین خودشون جنگ های بدتر از این رو داشتن در زمان کوروش و قبل از اون بعد از اون. مثلا پادشاه مسیحی در روم اومد گفت هرچی یهودی است باید کشته بشه. شروع کردن به قتل عام یهودی. حالا همین هولوکوست اخیر رو که دیگه بعضی میگن درسته بعضی میگن درست نیست که مثلا هیتلر اومد گفت هرچی یهود است باید قتل عام بشه. مثل این مسائل. یک مدت ایرانی‌ها حمله کردن به طرف رومیا، بعد اونا حمله کردن به ایرانی‌ها، اینو میکشت اونو میکشت، به شهرها حمله میکردن، تار و مار میکردن همه چیزو. ببینید دوست عزیز، در اون موقع کنیز گرفتن و برده گرفتن این دیگه جز واقعیت‌های جامعه بود، واقعیت‌های انکارناپذیر. مثلا در اون موقع شما میومدید میگفتید که چرا کنیز میگیرید، چرا برده میگیرید؟ مردم تعجب میکرد این چی داره میگه این؟ ایرانی هم کنیز و برده میگرفتن، رومی هم کنیز و برده میگرفتن. در این زمان بود که اسلام ظهور کرد. در غرب، در روم و در ایران اون موقع و در دوران جاهلیت قبل از اسلام کنیز و برده انسان شمرده نمیشد. شما تصور بکنید که مثلا حقوق یک شتر، یک اسب، یک الاغ، یک مرکب از برده خیلی بیشتر بود. مثلا به زنها در زمان اعراب جاهلیت دختراشون رو زنده به گور میکردن. مثلا در روم، در همین غرب کنونی، مثلا فکر کنین همین آلمان و بریتانیا و انگلستان و اینا، توی این مناطق اومده بودن جمع شده بودن که آیا زن روح داره یا نداره. اگر زن روح داره این روح انسانی است یا روح شیطانی است. تا این اندازه در این موقع اسلام ظهور کرد و در ایران هم همچنان، در همه دنیا. در اسلام که ظهور کرد نمیتونست که به یک بارگی بردهداری و کنیزداری و همه چیز رو منع بکنه. مثلا می اومدن یک منطقه رو فتح میکردن، مردم رو میگفتن خب هرچی برده و کنیز است همه آزادن. اگر همه اینا آزاد می بودن اینا کجا میرفتن؟ خونه نداشتن، پدر نداشتن، مادر نداشتن، قوم و خویش نداشتن، در جنگ ها اسیر شده بودن، در بازارها به فروش رسیده بودن. اسلام اومد چیکار کرد؟ کنیزداری و بردهداری رو در جامعه به شکل تدریجی از بین برد. به برده و کنیز برای اولین بار حقوق انسانی داده شد. مثلا در اسلام نیومد بردهداری رو از روز اول منع بکنه، این واقعیت است، اما اسلام اومد بردهداری رو از سراسر دنیا از بین برد. چطور از بین برد؟ اسلام اومد گفت که ببین، وقتی که شما بردهداری یا برده میری میخری که به خدمتت رو بکنه، حدیث صحیح و صریح هست از پیامبر صلی الله علیه وسلم، از همان لباسی که خودت میپوشی برای برده‌ات بپوشان، از همان غذایی که خودت میخوری برای برده‌ات بخوران، و از همان مسکن و خانه‌ای که خودت استفاده میکنی برای برده‌ات هم آماده کن، و از همان مرکبی که خودت سوار میشی برده‌ات هم باید استفاده بکنه. پس چی؟ یعنی همه حقوقی رو که شما امروز به یک خدمتگزار در خونتون نمیدید، در اون موقع اسلام به یک برده داد و بیشتر از اون. مثلا در جریان فتح فلسطین حضرت عمر یک شتر داشتن یا یک مرکب سواری داشتن، 10-15 دقیقه یا نیم ساعت یا یک ساعت حضرت عمر پیاده میرفت، بردش سوار میشد، بعد اون پیاده میشد، حضرت عمر سوار میشد. وقتی به بیت المقدس رسیدن، وارد قدس که شدن، نوبت برده بود. مردم برای استقبال اومده بودن، همه به برده حضرت عمر میگفتن السلام علیک یا امیرالمومنین. یه وقتی دیدن که این برده اومد پایین، برده اشاره میکرد که امیرالمومنین من نیستم، اون پایین امیرالمومنین افسار شتر رو گرفته بود، برده رو شتر نشسته بود، چون نوبت برده بود که به بیت المال. نگفت که حالا زشته تو بیا پایین من سوار بشم، اینجا مردم میبینن میخندن. نه، حقشه. بعد کنیز، درسته اسلام در اول نیومد کنیزداری رو کلا منع بکنه، اما چیکار کرد؟ همه حقوق یک زنی که در حق نکاح یک انسان بود، همه اون حقوق رو به یک کنیز داد. حق نفقه، حق لباس پوشیدن، همه حقوق شهروندی انسانی، همه رو به یک کنیز داد. بعد از اون چیکار کرد؟
اومد به شکل عملی این بردهداری و کنیزداری رو از جامعه از بین برد. مثلا شما روزه نمیتونی بگیری، یک روز روزه تو میخوری، اشتباهی در روزه رخ میده، اولین کاری که باید بکنی چی کار باید بکنی؟ باید یک برده آزاد بکنی، یک کنیز آزاد بکنی. قسم میخوری، از قسمت بر میگردی، باید یک برده یا یک کنیز آزاد بکنی. در حج مثلا سرتو قبل از مثلا قربانی میتراشی یا قبل از بعد از قربانی میری مثلا جمرات رو میزنی، هر اشتباهی که در ارکان حج انجام بدی باید بری چیکار بکنی؟ یک برده آزاد بکنی یا که یک فدیه بدی، یعنی گوسفندی رو سر ببری. در همه چیز و بهترین عبادت، یکی از بهترین عبادت ها چی بوده؟ آزاد کردن برده ها. همین بود که مسلمان ها به تدریج برده می خریدن، کنیز می خریدن، آزادش می کردن یا با مثلا با کنیز ازدواج می کردن، مثل یک همسر همه حقوق رو به اون می دادن. چی شد؟ آهسته در جامعه این بعد از یک نسل کلا افکار عمومی بر علیه برده و بردهداری تغییر کرد. بعد از اون دیگه مردم یک نسل بعد به برده و کنیز به دید یک انسان، یک مثل یک قلم، مثل یک فرش که خرید و فروش بشه نگاه نمی کردن، به عنوان یک انسان بهش نگاه می کردن. اسلام اومد این عقل رو داد. باور کنید برادر عزیز، تا همین 100 سال پیش، تا همین 30-40 سال پیش در خیلی از همین کشورهای اروپایی زنها اون حقوقی رو که 1400 سال قبل اسلام داده بود نداشتن. حق مشارکت در انتخابات در خیلی از کشورهای اروپایی تا 30-40 سال قبل نداشتن زنها. اسلام اومد چون دین فطرت است، دینی است که خالق بشریت اون رو فرستاده، اومد به تدریج این معضل اجتماعی رو، این مشکل بزرگی که در جامعه وجود داشت، کنیزداری و برده یک انسان‌های ظالم و ستمگر شروع کرده بودن، تجارتشون خرید و فروش انسان بود. اسلام اومد چیکار کرد؟ این رو به تدریج اولا اومد به ما حالی کرد که بابا این کسی که برده است، کنیز است، انسانی مثل تو است، تو هیچ برتری به او نداری. این آیه ببینید، خود این نگفته که یا ایها الذین آمنو، گفته یا ایها الناس. من بارها گفتم ما در قرآن بعضی از خطابات داریم، خطابهای بین المللی، من بهش میگم بین المللی، خطابهای اسلامی نیست که خاص منظور جایی که مخصوص مسلمانان باشه میگه یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین. این دیگه خطاب خاص به مسلمان است. اما جایی که میگه یا ایها الناس، این خطاب به همه بشریت است. هندو، مسیحی، یهودی، کافر، مسلمان، بت پرست، هر چی کی است. یا ایها الناس، ای انسان ها، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم. یعنی چی؟ یعنی پیام مساوات، پیام برادری برای همه بشریت. یعنی چی؟ یعنی یه پدر و مادر همه این بشر، همه این انسان ها آدم و حوا هستند. یعنی شما همه با هم برادر و خواهرید. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. ما که شما رو ایرانی ساختیم، افغانی ساختیم، چینی و ژاپنی و روسی و آمریکایی، ترکی ساختیم، این به خاطری نیست که به هم دیگه فخر بفروشیم مثل بعضی انسان‌های جاهل نادان. بله ما از نژاد آریایی هستیم، ما خونمون خون کوروش و نمیدونم فلان هست، ما از همه نژادها برتریم، به بقیه به دید حقارت میبینن. اینا پیروان ابلیسن. الله در اینجا میگه که شما را قوم قبیله نژاد ما آفریدیم، به خاطر این نیست که به هم دیگه فخر بفروشید، به خاطر این است که هم دیگه رو بشناسید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بهترین شما در نزد الله سبحانه و تعالی، نگفته ایرانی ترین شماست، آریایی ترین شماست، فارس ترین شماست، عرب ترین شماست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بهترین شما در نزد الله سبحانه و تعالی پرهیزگارترین شماست. سلمان فارسی ایرانی میره در کنار پیامبر، میشه سلمان منا اهل البیت، میگه سلمان جز فامیل من است، جز خانواده من است، جز اهل بیت من است. و ابولهب قریشی هاشمی عموی پیامبر چی میشه؟ میشه هیزم جهنم.
اسلام اومد این مثلا در اسلام میگه وقتی که اسیر میگیرید در جنگ، اسیر رو نکشید. به این مناسبت مثلا چند روز قبل ما دیدیم فیلم هایی پخش شد که تعدادی از اسرا رو انگار طالبان در منطقه‌ای در پنجشیر هست فکر کنم تیرباران میکنن. این خلاف دین است، خلاف اسلام است، خلاف دستورات رسول الله صلی الله علیه و سلم است. دولتی، طالبی، امارتی که میگه ما تطبیق شریعت میکنیم، این شریعت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نیست. اسیر نباید کشته بشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم مشرکینی رو که مشرک، بت پرست، بت میپرستید، مردم پنجشیر که بت پرست نیستن، مسلمانن، مثل شما مسلمانن، حنفی هم هستن. بت پرست ها رو پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنگ بدر که اسیر شده بودن، پیامبر صلی الله علیه و سلم به صحابه چی میگن؟ از غذایی که خودتون میخورید به اسیران بدید. سبحان الله. لباس بهشون بدید. این نباشه که اسیر رو مثلا در جای سردی نگه دارید، خودتون برید زیر بخاری بخوابید. نه، همونطوری که با خودتون برای خودتون رفتار میکنید، همونطور با اسیران رفتار بکنید. تیرباران کردن اسیر، شکنجه کردن اسیر، اذیت کردن اسیر، اعترافات اجباری گرفتن از اسیر، این خلاف شریعت است، خلاف قرآن است، خلاف دین مبین اسلام و دستورات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. اسلام برای اولین بار اومد قوانینی گذاشت که شما الان مثلا در روم، در فارس، در زمان قبل از اسلام، در ایران، در اروپا، در اینجا معمول این بود که کسی که در جنگ اسیر میشه خلاص این انسان نیست، این یک شی است، مثل یک قلم، مثل این قلمی که خرید و فروش میشه. تمام. این طرفی که در جنگ اسیر میشه تا آخر عمر برده بود، خرید و فروش میشه. کنیز بود تا آخر عمر باید خدمت میکرد، کنیز بود. اسلام اومد که نه، این مثل توی یک انسان است، همه حقوقی که در این جامعه تو داری اونم داره، فقط فرق این است که اون کنیز است، اون برده است، تو یک انسان آزاد هستی. در فقه اسلامی که ببینید میگه کنیز و برده و آزاد، فقط در اسم، در اصطلاح فرق است. حقوق، واجبات، همه چیز یکی است. بعد از اون اومد اینا رو به تدریج دمج کرد در جامعه. ما خیلی از صحابه داریم، از مثلا زید بن ثابت برده بود، حب رسول الله میگفتن، یعنی عشق پیامبر، محبت پیامبر، دوست پیامبر، عزیز پیامبر، پسرخوانده پیامبر بود. انقدر دوستش داشت این رو. وقتی که ازدواج کرد، خدا بهش فرزندی داد، اسامه رو بهش داد. به اسامه چی میگفتن؟ ابن حب رسول الله صلی الله علیه و سلم، پسر به اصطلاح محبوب رسول الله صلی الله علیه و سلم. یک برده ای رو انقدر دوست داشت رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی که حارس پدر زید خبر شد که پسرش برده است در مکه، در خانه شخصی به نام محمد برده است صلی الله علیه و سلم، پول جمع کرد، آدم پولداری بود، پسرش تو جنگ اسیر شده بود، برده فروخته بودنش در بازار. اومد در مکه پسرش رو پیدا کرد، گفتن تو در خانه محمد است. رفت اونجا، آی پسرم زید چطوری، خوبی؟ بیا بریم، من پول آوردم، خلاص تو رو قیمت تو پرداخت میکنم میبرم. پدر من اینو ول بکنم با تو برم؟ هرگز. گفت خدا تو رو بکشه، من پدرتم، این مالک تو هست، این تو برده محمدی، تو من اومدم که تو رو آزاد بکنم. گفت والله 1000 آزادی رو به 1 ثانیه با محمد بودن من نمیدم. این گونه با برده رفتار کردن. ما چقدر از راویان حدیث، چقدر از فقها، چقدر از مفسرین، از محدثین، از علمای بزرگ جهان اسلام داریم که یا خودش برده بوده یا پدرش برده بوده. و اسلام اومد چیکار کرد؟ همه اون حقوقی رو که یک انسان باید داشته باشه به برده داد. به خاطر همین کنیزداری و بردهداری به تدریج از جامعه اسلامی دور شد. بیننده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید.
علیکم السلام. کمی بلندتر صحبت بکنید بیننده گرامی. میشه کمی بلندتر صحبت کنید؟ استاد ارجمند، رو به هر که غیر خدا کنی شرک خالص است. من با شیعیان صحبت میکردم، خیلی هایشان موحد شدند، اما برخی از آنها میگفتند شرکش به کنار، عجب خدایی داریم، کیف میکنیم، حال میکنیم، علی را جای خدا صدا میکنیم. استاد اینها دیگه آدمایی بودن که رد داده بودن. من امروز آمدم از این آخوندها دفاع کنم استاد. عجب. شدن و نوآوری در زندگی لازمه پویایی بشر است. هر سال، هر دهه، هر سده رنگ و روی زندگی بشر تغییر میکند. این فروشان هم از این خصیصه مردم سوء استفاده کردند و همراه با موج مردم سوار مردم شدند. مردم سلایقشان را وارد دین کردند و این دین فروشان برای این مردم مقررات و آیین‌نامه هایی گذاشتند. اصولا وقتی که یک نفر آهنگساز می شود 50 سال 100 سال بعد می آیند کشف می کنند که این آقا چگونه این آهنگ ها را ساخته است و مدل و شخصیت آهنگ هایش را برایش کتاب می نویسند. آخوندها نسبت به این مردم که فهمیدند این مردم خودشان متمایل به یک سری از کارها هستند بوز و کلک زدند و قوانینی وضع کردند. به نظر من روز قیامت شیعیان می آیند و آخوندها را لعنت می کنند و آخوندها هم شیعیان را لعنت می کنند. اینها به اونا می گویند شما ما را گمراه کردید، آخوندها هم به شیعیان می گویند ما از خود شما این قوانین را وضع کردیم. اما حال ملت آگاه ایران باید با عقل و شعور و منطق روند طبیعی دین را، یعنی دین واقعی که قرآن و سنت است، را پیدا کند، مخصوصا از شبکه نور و کلمه که یک دانشگاه هست و ما از این شبکه ها خیلی آموختیم. به امید روزی که مردم ایران به قرآن و سنت برگردند. البته آنهایی که نماز میخوانند، قرآن را قبول دارند و مشرک شدند، اینها باید به قرآن توجه بیشتری بکنند. یادشان باشد که روز قیامت این آخوندها هم حرفی دارن برای گفتن. میگویند خود این مردم از ما تبعیت کردن، میخواستن تبعیت نکنن. اما این مردم بدانند که این آخوند سودجو از عقل مردم سوء استفاده کرد، از عواطف و احساسات مردم سوء استفاده کرد و آمد روی این موج سوار شد و خر مراد سوار است. هر وقتی هم که حرفی بزند یه خرسواری هم از این مردم میگیرد، میگوید خودتان خواستین، خودتان این بلاها رو سرتان آوردید. انشاءالله که مردم ایران به سمت توحید و دین واقعی محمد برگردند. و استاد من از شما خواهش کنم این آدم های بیشعوری که زنگ میزنن توهین میکنن حرصشان را نخورید. ما دوست داریم که شما خوشحال باشید و دلتان شاد باشد. سلامت باشید. دعا بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از شما برادر عزیز. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. بفرمایید. خواسته باشم آرام باشم، آرام داشته باشم، چند چیز نیازه. امنیت، اقتصاد، آرامش. درسته؟ بله. ما الحمدلله از وقتی که امارات و مقاده و جمهوریت این شهرات وصل شد، ما شکر الحمدلله که زندگی ما جور و تیاره، ولی جبهه مزاحمت که هست این دائما به حساب قطر احمدشاه مسعود دائما به اروپا و بر فقط به فکر از اینه که ملت دوباره خاک خوب یکسان کنه. آیا به نظر شما هر بار که اینا گرفته میشه و دوباره این
میشن، باز از اینا تعهد گرفته میشه که شما این از اون دیگه کارهای زشت و ناپسند در نکنیم، مردم جهاد نکنیم. بس 40 سال به سال دیدم این ملت ولی بار هم اینا این مجلت که توقعنا که میشه اینا که باز میره از کوه بالا میشم باز این مشکلات خلق میکنم. به نظر شما وقتی باز اسیر گرفته میشم وزیرا چی حالت باید؟ درست باشه، در این مورد صحبت میکنیم برادر است. جونده باشید. تشکر از شما. سلامت باشید. خدا نگهدار شما. ببینید اولا من دو نکته در اینجا اشاره بکنم. اول اینکه اینایی که به نام جبهه مقاومت، من قبلا صحبتی در این مورد داشتم، به مزاج بعضی دوستان خوش نخورده بود، اومدن که والا شما این رو گفتید اون رو گفتید. ببینید من حرف ما این بود که ما نمیخوایم دیگه جنگ، بسه جنگ بس، متوقف. دیدید که در کنفرانسی هم که اونجا گذاشته بودن امین سران به اصطلاح جبهه مقاومت به قول خودشون، در اونجا اونم گفتن که ما به این نتیجه رسیدیم که جنگ راه حل نیست در افغانستان. ببینید واللهی این رو کلیپ درست کنید تا جایی که دلتون میخوادم پخش بکنید. اگر پسران احمد ضیا مسعود از اروپا و آمریکا و ترکیه و دبی، عطا محمد نور با دختران و پسرانش از دبی و ابوظبی و ترکیه و امرالله صالح با فرزندانش، همین کسانی که سیاف با فرزندانش، همه اینا جمع بشن، خودشان و فرزندانشان سلاح به دست بگیرن و در کوههای پنجشیر برن بگن که ما بر علیه طالبان جهاد میکنیم، یکی از کسانی که بعد خواهد آمد و از آنها تعریف خواهد کرد و در صف آنها خواهد ایستاد، من خواهم بود. اما چرا اینقدر با یقین دارم این حرف رو میزنم که اینها نخواهند کرد این چیز رو؟ چون اینا یک مشت خائن، یک مشت وطن فروش، یک مشت دزد، یک مشت انسانهای بی حیثیتی هستن که وطن، دین براشون اصلا مهم نیست. خودشان با فرزندانشون در کشورهای خارجی در ناز و نعمت و عیش و عشرت زندگی میکنن، به اولاد غریب و بیچاره در پنجشیر میگن که تو بلند شو مقاومت بکن. رسول الله صلی الله علیه و سلم کدام جنگی غزوه‌ای بوده که پیامبر در خانه نشسته بوده صحابه رو فرستاده باشه به جنگ؟ در بدر در صف اول، در احد در صف اول، در خندق در صف اول، در تبوک در صف اول، در فتح مکه در صف اول، در حنین در صف اول. پیامبر زخمی میشه، از سر و صورت پیامبر خون جاری میشه، نمیتونست در گوشه خانه بشینه مثل سیاف و احمد ضیا مسعود و غیره و غیره. وانگهی من تعجب میکنم به احمد مسعود که به ظاهر یک جوان خیلی آگاه معلوم میشه. تو چطور فریب این اطرافیان منافق پدرت رو میخوری که مگر پدر تو رو اینها به کام مرگ ندادند؟ مگر به پدرت خیانت نکردند؟ شما فقط همینقدر کافی است تصور بکنید که اگر احمد شاه مسعود رحمه الله زنده می بود، آیا قانونی و عبدالله و فهیم جرأت می کردند که برن در بن معاهده فروش افغانستان رو با آمریکا امضا بکنن؟ تنها مانع این فروش افغانستان با آمریکا همینا بودن، همین احمد شاه مسعود بود که همینا رفیقاش کشتنش. این درامه‌ای درست کردن که نمیدونم 2 تا عرب اومد و داخل دوربینش بمب بود و همین یک درامه است، یک تئاتر است، یک فیلمی که خودشان درست کردن. بعد سال میگن یکی از اون عربا زنده بود، چرا کشتنش؟ میذاشید اعتراف میکرد که اونا رو کی فرستاده برای کشتن احمد شاه مسعود؟ خودشان این کارو کردن. خود آمریکا و همین قانونی و فهیم و عبدالله و همینا، همین دار و دسته‌ای که بودن، همینا این کارو کردن تا چون اگر مسعود زنده می بود اینا جرئت نمی‌کردن افغانستان رو با آمریکا بفروشن، برن در بن اون معاهده ننگین بن رو امضا بکنن. و امروز از نام پسر احمد شاه مسعود هم دقیقاً همین خائنین، همین منافقین دارن به نفع خودشون استفاده میکنن. یک تجارت، یک بزنس برای خودشون درست کردن. هر وقت اگر اینا خودشون با فرزندانشان رفتن در اون کوهها در مقابل
به اصطلاح خودشون امارت اسلامی و در مقابل طالبان سلاح به دست گرفتن و در سنگر با اولاد ملت یک جا نشستن، نان قاق خوردن و دفاع کردن، به قولشون مقاومت کردن. بعد ما میگیم آفرینتون، شما برحق بودید. اما این ملت افغانستان بدانید و بیدار باشید که اینها دارن به خاطر رسیدن به همون دارایی هایی که از خون شما ملت برای خودشون درست کرده بودن، میخوان دوباره به همون حالت سابق برگردن. مقاومت دروغینی رو برای انداختن که هدفش فقط ضربه زدن به افغانستان و نابودی و بدبختی ملت افغانستان است. دیگه هدف دیگری هم ندارند. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام آقای انصاری، ببخشید من مزاحم میشم آقای انصاری. بفرمایید. آقای انصاری سوال داشتم. خداوند در آیه 6 سوره مبارکه مائده فرموده سر و پاها رو تا مفصل مسح کنید، ولی شما اهل سنت پاهاتون رو میشورید. چرا آقای انصاری؟ مگه فرمان خداوند رو اجرا نمی‌کنید؟ دوست عزیز، ما پیرو اهل بیت هستیم. اهل بیت سرشون و پاشون رو مسح نمی‌کردن، پاشون رو می‌شستن. نه شما مگه پیرو قرآن نیستید؟ ببینید اصلا ببینید یک لحظه اون مسئله آیه این برداشت اشتباه شماست. چون که شما آیه رو بخونید، من به شما میگم که آیه چی میگه. بخونید. بخونید، عربیشو بخونید. دوست عزیز شما پیشتر بخونید، آیه رو بخونید. آیه رو بخونید. نه آیه رو بخونید. نمیشه. خب بلد نیستید، همینه که میرید ترجمه آخوندیزم رو میخونید و گمراه میشید. خداوند در اونجا میگه که خداوند اگه من اشتباه میکنم شما پاهاتون رو میشورید، خب چرا سرتون رو نمیشورید؟ چه مناسبتی؟ یعنی پا کجا سر کجا؟ یعنی شما الان میخواید غذا بخورید میرید پاهاتون رو میشورید؟ آقای محترم برادر عزیز، آقای محترم، من میگم شما میخواید غذا بخورید، شما میرید دستاتون رو میشورید یا پاهاتون رو میشورید؟ چرا؟ چون میخواید با دستتون غذا بخورید. آقای محترم من میگم آیه چندم؟ الان من اینجا میارم رو صفحه تلویزیون. بخونید الان بخونید این آیه رو تا من بگم که اشتباه شما در کجاست. بخونید، رو صفحه تلویزیون آوردم، بخونید. آقای محترم ببینید ترجمه آیه چی است. میگه که شما وقتی که میخواهید که الان یا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم، ای کسانی که شما مؤمن هستید، وقتی که به نماز میایستید صورت خودتان و دستهایتان را تا آرنج بشویید و سرتان را مسح کنید و پاهایتان را تا قوزک. اینجا مسئله پایا تا قوزک برمیگرده به شستن. این جزء ادبیات عربی است، گرامر عربی است که این آخوند یک لحظه آقای محترم یک لحظه دوست عزیز، یک لحظه. شما که عربی بلد نیستید، قرآن بلد نیستید، خب شما از گرامر عربی اطلاع ندارید، صرف و نحو عربی رو نمیفهمید. من چرا با شما بحث بکنم آخه؟ یعنی شما الان از امام جعفر صادق بهتر عربی بلدید؟ آقای محترم یک لحظه من دوست از شما از امام جعفر صادق بهتر عربی بلدید؟ من خیلی بلد نیستم. خب امام جعفر صادق از شما آقای محترم برادر عزیز ببینید من انسان متعصب نیستم. من خیلی میخوام
دوستانه با هم دیگه بحث بکنید. شما عربی بلد نیستید، قرآن بلد نیستید، بعد میگید که آقا اینجا، من میگم اینجا میگه که شستن پاها برمیگرده به شستن صورت، شما میگید نه این برمیگرده به مس کردن سر. ببینید شما از گرامر عربی اطلاعی ندارید. مثل این میمونه که من بیام مثلا یک عربی بیاد از عربستان فارسی بلد نیست، به شما ایراد بگیره، بگه این شعر حافظ و سعدی مشکل داره. شما میگی بابا تو ادبیات فارسی بلد نیستی، تو حق نداری ایراد بگیری. منم دقیقا همینو دارم به شما میگم. متوجه شدید؟ دوست عزیز، آقای محترم، آقای انصاری، خب این تقصیر من نیست، تقصیر اون کسی که حالا اگه اشتباهی هم باشه توی این مثلا ترجمه، تقصیر اونی که این ترجمه کرده. خب دیگه پس آخوندای شما دروغ میگن، ترجمه غلط میکنن، تقصیر ما چی است؟ الان شما به صفحه تلویزیون نگاه کنید، این کتاب اصول کافی. دوستان عزیز کتاب اصول کافی رو نشون بدن. یک لحظه مگه شما شیعه نیستید؟ مگه شما شیعه اهل بیت نیستید؟ خب یک لحظه، من دارم روایت از اهل بیت براتون میارم. کتاب کافی، اینم فروع کافی، در سال 329 هجری هم ایشون مرده، در جلد سوم، اینم روایت. بله، از ابی عبدالله، از امام جعفر صادق روایت است که در اینجا چی میگه که اذا نسیت فغسلت ذراعک قبل وجهک، اگر دستاتو قبل از صورتت شستی، فعید غسل وجهک ثم اغسل ذراعک، صورتتو بشور دوباره دستاتو بشور، اشکال نداره. تا که اینجا میاد میگه و این نسیت مسح راسک، اگر فراموش کردی که سرتو مسح بکنی، حتی تغسل رجلیک، و پاهاتو شستی، فمسح راسک، سرتو مسح بکن، ثم اغسل رجلیک، بعد از اون پاهاتو بشور. یعنی امام جعفر صادق نمیفهمید، شما میفهمید؟ خب آقای انصاری، امام جعفر صادق خب رئیس مذهب ما بود، ما داریم مذهبمون رو هر چی مثلا چیزایی احادیث و روایتی از اون داریم میگیریم. خب این حدیث است. خب شما دارید، آقای محترم، ما پیرو امام جعفر صادقیم. امام جعفر صادق امام ماست، اهل سنت پیرو اهل بیتن، شما پیرو آخوندید. تقصیر من چیه؟ امام جعفر صادق میگه پاتو بشور، من پامو میشورم، من شیعه امام جعفر صادقم، شما شیعه آخوندید، آخوند میگه مسح بکن، شما مسح میکنی. تقصیر من چیه؟ بیا برام از ثابت بکن. خدا گفته مسح کن، امام جعفر صادق میگه بشور. خدا گفته بشور، خدا گفته بشور، بابا جان خدا گفته بشور، آخوند بیشور گفته مسح کن. تقصیر امام جعفر صادق چیه؟ خب اگه گفته که پات مثلا سر و پاتو بشور، خب چرا شما سرتون رو نمیشورید، فقط پاتو نمیشورید؟ آقای محترم، فمسحوا برؤوسکم، سرتون رو گفته مسح بکنید. وارجلکم الی الکعبین، برمیگرده به شستن صورت. این جزء ابجدیات گرامر دستور زبان عربی است که آخوند نفهم ما نمیفهمه. تقصیر ما چیه؟ امام جعفر صادق فهمید، گفت که بابا جان پاتو بشور. آخوندی که نمیفهمه، چون عربی بلد نیست، قرآن بلد نیست، دین بلد نیست، پیرو به هوا و هوسش است، اومده میگه که مسح کن. تقصیر من چیه؟ خب آقای انصاری، شما که میگید پیرو امام جعفر صادق هستید، چرا رئیس مذهبتون رو امام احمد حنبل گذاشتید یا که امام شافعی گذاشتید؟ بابا جان اینو من هفته گذشته جواب دادم، تکرار نکنید. آقای محترم تکرار نکنید، هفته گذشته جواب این سوالتون رو دادم، تموم شد رفت. الان شما چرا پیروی از امام جعفر صادق نمی کنید که سرتون رو مسح میکنید نمیشورید، پاتون رو مسح میکنید نمیشورید؟ واقعا خنده داره، باور کنید خنده داره. یعنی انقدر خنده داره، باور کنید انقدر خنده داره که تا دلتون میخواد بخندید، که بگید که شیعه امام جعفر صادقم، امام جعفر صادق رئیس مذهبمه و امام جعفر صادق میگه پاتو بشور، شما میگید پاتو رو مسح میکنی. خنده دار نیست؟ والله خنده دار است. امام جعفر صادق در کجا گفته مسح کن؟ یک روایت بیار که گفته مسح کن. همین الان حاضر آماده یک روایت بیار که گفته باشه مسح کن. پس اینجا دروغ گفته؟
پس اینجا امام جعفر صادق دروغ گفته؟ امام جعفر صادق دروغ گفته اینجا؟ امام جعفر صادق دروغ گفته؟ پس خدا دروغ گفته تو کتاب خودش؟ خدا علیاذ بالله خدا دروغ نگفته، شما نمیفهمید. نفهمی خودتون رو به پای خدا ننویسید برادر عزیز. به حالتون بخندید، واقعا خنده داره دوست عزیز. آقای محترم واقعا به آل زار خودتون بخندید. شما همین آیه قرآن رو بخون از اولش به عربیش ببینم چطور میخونی. من اعتراف کردم. خب تشکر میکنم. توی آیه رو بلد نیستی بخونی، وقتی برنامه به پایان رسید آیه رو برو بخون اول یاد بگیر، یه چند روزی برو دستور زبان عربی رو یاد بگیر، بعد برو در مورد رئیس مذهبتون که ادعا میکنید به دروغ رئیس مذهبتون از ببین که پاشو میشسته یا مس میکرده. ما که پامونو میشوریم پیرو امام جعفر صادق هستیم. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند احب الاسماء الی الله، محبوب ترین اسم ها نزد خدا دو تا اسم برای پسر، عبدالله و عبدالرحمن. بعد اسامی که با صفت عبودیت باشه، یعنی صفت عبد داشته باشه، نه عبدالعلی، نه عبدالعلی، نه عبدالحسین. نه عبدالرسول. اینا اسمای شرکیه. عبد وقتی میاد با یک طرفش الله باشه، عبد وقتی میاد با طرف مقابلش الله باشه، چون عبد داریم و رب داریم. حتی غلام حسین، ما غلام حسین نیستیم، ما غلام حسین نیستیم. اگر قرار باشه ما غلام باشیم غلام یک نفریم. قل هو الله احد. با عقیده نمیشه بازی کرد. عبد فلان و عبد فلان و عبد فلان. بهترین اسمها عبدالله و عبدالرحمن. و بعد بهترین اسمهایی که صفت عبودیت داشته باشه، یعنی 99 تا اسم خدا اولش بیاری عبد. عبدالله، عبدالکریم، عبدالستار، عبدالمنان، عبدالغفور، عبدالشکور، عبدالحسین، عبدالرسول. کاری به مذهب ندارم، تو شیعه و سنی هست. عبدالرسول کمی تو سنی ها. ما میخوایم یعنی از بندگان خدا خدا درست بکنیم. همه پیامبران آمدن که به بندگان خدا بگن انا عبدالله واجتنبوا الطاغوت. هیچ عالمی حق نداره به مردم اجازه بده دستش ببوسن. باید این تمام بشه. قدسیت به این معنا نیست. احترام عالم دارید، محبت عالم دارید، دعای خیر میکنید، حمایت میکنید از عالم، اون بحث جداگانه است. عالم هم به تو خدمت داره میکنه، احترامش جای خودش، اما این که خم بشی دستش ببوسی، خم شدن فقط برای الله. الله اکبر، سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلی و بحمده. دیگه مال کسی دیگه نیست. مصافحه معانقه اشکال نداره، اما خم شدن ما اجازه نداریم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. این مطلب جالبه بدانید. دو طایفه
دو قبیله مشهور قریش در جنگ بعد شرکت نکرد. یکی قبیله بنی زهره، قبیله آمنه مادر رسول الله صلی الله علیه و آله، و یکی قبیله بنی عدی، طایفه حضرت فاروق اعظم، حضرت عمر. اخنس بن شریک هم پیمان بنی زهره بود، اونها را از بیرون مکه برگردانید. و بنی عدی به خاطر وجود حضرت عمر در مدینه هیچ کدام از اینا در جنگ بعد نیامدن و این جزء افتخارات حضرت فاروق اعظم است در تاریخ اسلام. رسول الله در کفر قبل از اینکه سرنوشت جنگ معلوم شود دستها را بلند کرد به سوی آسمان و دعا کرد. مخلصانه گفت پروردگارا پیروزی را تو به من وعده داده ای الان موقعش است. پروردگارا اگر این امت کشته شوند دیگه در زمین پرستیده نخواهی شد، دین تو هرگز پیروز نخواهد شد. صحابه کرام گفتن یا رسول الله نتیجه جنگ معلوم نیست، جنگ شروع شده نتیجه معلوم نیست، احتمال میدیم ما شکست بخوریم. اگر ما شکست بخوریم خب اسلام که نباید ناقص بماند. تنها اسب را آماده کردند با زین و برگی که لازم بود، بالای تپه اسب را بستند و کپری هم زدند. گفتن یا رسول الله شما در این کپر بمانید، 2 نگهبان هم برای تعیین می‌کنید، سعد ابن عباده و ابوبکر صدیق، این 2 هم همراه رسول الله باشند. گفتن اگر پیروزی بود که هست، اگر شکست نصیب ما شد شما بر اسب بنشینید به مدینه بروید تا اسلام ناقص نماند. و این یک مطلب دیگر از پایه اخلاص اصحاب. مهدي حيدر مولاه ما خذ علي كان تبر ابو دا فرما علي امام رضا کرام دادی تو حرمه علی مردم چیکارن اگر از طرف ولی فقیه نصب نشود طاغوتند. صیغه یا متعه یکی از قانون‌های طلایی دین اسلام برای مدیریت غریزه جنسی. تا خمس به ندی معلوم نشه تو دین داری، دین شما سر پول دادن معلوم میشه. یه جا که روزه هست بریم بشین گریه کن. اصلا خود این یه عبادت مهمیه روزه رفتن. کسی که گریه کنه بهشت برای واجب. شاید این جمعه بیاید. جلوی شناسنامه دار شدن سنیانم بگیرید اگه مرد. تا زندم میگم هر چی سنی حروم دادن طبق فقه شیعه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عزیزان بیننده، در خدمتتون هستیم با برنامه تار عنکبوت. در این قسمت هم یکی دیگر از تارهای مراجع تقلید رو که خودشون پشت اون تار پنهان شدن مثل یک عنکبوت خراب خواهیم کرد و به اذن واحد احد به وسیله اعتقادات خودشون از معتبرترین کتب خودشون به شما ثابت خواهیم کرد که این دین یک دین ساختگی متناقض سراپا دروغه. محبت اهل بیت در اون جایی نداره، پیروی از اهل بیت هم در اون جایی نداره، بلکه سر تا سر توهین هست به اهل بیت رسول الله علیه السلام و اهل بیت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه. در این قسمت با ما باشید. از همین ابتدا عرض میکنم خدمتتون اگر میخواهید که برنامه رو با دیدن متنهای مستندی که وجود داره و پخش میشه ببینید، یعنی اسکرین شات ها رو شما ببینید خودتون، هم از طریق ماهواره، اگر از طریق شبکه تلویزیونی ماهواره ای، یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام لایو شبکه جهانی نور، اینستاگرام لایو نه اینستاگرام رسمی، میتونید ببینید. تمام سندها بررسی میشه، مسترها نشون داده میشه، پی دی اف ها پخش میشه و تمام متون از کتب شیعه هست و از معتقدات اصلی شیعه هست، یعنی نه فقط از
متون شیعه. یعنی اینجوری نیست که ما بگیم خب اگه از متون شیعه هست ولی چیزی که الان آخوندها قبولش ندارن، نه، ما از موارد استفاده میکنیم که در حال حاضر آخوندها قبول دارن. اگه یادتون باشه قسمت قبل یک نفر اومد گفت نه سند روایاتی که دارید مثلا از الارشاد مفید میگید رو باید بیارید. گفتم کدوم یکی از اون سندها رو قبول نداری؟ کدوم یکی از این موارد رو تو به عنوان شیعه قبول نداری؟ بگو من این رو قبول ندارم. من قبول ندارم امام حسین علم غیب داره. من قبول ندارم که امام حسین علم لدنی داره، عالم الغیب و شهاده است. من قبول ندارم امام حسین بهش وحی میشده. من قبول ندارم امام حسین معصومه. کدوم یک از اینها رو قبول نداری؟ بگو من قبول ندارم که روح علی ابن ابی طالب وارد شده به شکل یک شیر در اومده و توی صحرای کربلا بعد از شهادت حسین ابن علی میگشته اونجا. ائمه به حیوانات تبدیل شدن. کدوم یک از اونها رو باور ندارید؟ به کدوم یکشون اعتقاد ندارید؟ در این برنامه تارهای عنکبوت آخوندی در هر جلسه یک نمونه اساسی از این تارها تخریب میشه. این جلسه هم مستثنا نیست. با ما باشید، چیزهای جدیدی دستگیرتون خواهد شد. استاد سید منصور حسینی خیلی خوش اومدید به استودیو. خواهش میکنم. در خدمتتون هستیم، بفرمایید. سلام الله علیکم. علیکم السلام. و همچنین بینندگان عزیز و محترم، امروز میخوایم صحبت کنیم بارد حقیقتا فاجعه‌ای که فکر امامت به بار میاره تا جایی که کسی که اونو به عنوان امام من عند الله میدونن، بله، و بهش ولایت تکوینی هم دادن که همه کاره جهان هست، اونو از دایره عقلا خارج کردند. به چه صورت؟ چیز عجیبیه، درست؟ خیلی عجیبه. حتما این بینندگان ما چه اهل سنت و چه شیعه براشون خیلی عجیب است که چگونه امکان داره کسانی که اینقدر در مورد ائمه غلو میکنن، از دید اهل سنت زیاده روی کردن، مقام منصب خدا بهش دادن، عالم الغیب و شهادش کردن، اسمت مطلق بهش دادن، چگونه میشود که اینها رو از دایره عقلا بیرون کرده باشند؟ بله، سوال بجایست و سخت هست، سنگین هست. چگونه شیعه با اعتقادات خودش ائمه را، این 12 تایی که اعتقاد داره، حالا ما بر اساس اعتقاد اونها میگیم، اونها را از دایره عقلا خارج کردند. اولین سوال اینه که همه شیعیان الان شما اعتقاد دارید که امام اسمت من عند الله داره، مطلق داره. بله، مطلق، یعنی همونطور که خمینی میگوید از بدو تولدش تا مرگش هیچ اشتباهی نمیکنه. بله، دچار فراموشی نمیشه، عمدن کار نادرست انجام نمیده، به اشتباه انجام نمیده، فراموش نمی کند. یعنی اسمت مطلق. بله، درسته؟ بله. کسی که اسمت مطلق داره بر اساس این دیگه هیچ اشتباهی نمیکنه. آیا این فرد احتیاج به عقل داره؟ الان یک ابزاری است دیگه. شما الان این سیستم کامپیوتر بهش برنامه دادی، درسته؟ بله. وقتی وارد میشین بر اساس اون برنامه که بهش دادین برای تو اون موضوعات رو مطرح میکنه. بله. یک ابزار هست. بله. امام الان شده یک ابزار در حد یک سیستم، یک کامپیوتر. یک سوال، فرشتگان به چه صورت هستن؟ فرشتگان هم اصلا اشتباه سیستم میکنن؟ خلقت اونها فرق میکنه با ما. خدا اونها را اینگونه آفریده که لا یعصون الله ما امرهم، هیچ اشتباهی نمیکنن، برای عبادت و تنفیذ امر خدا آفریده شدن و بعد عالم الغیب و شهاده هم نیستن. فرشتگان ولایت تکوینی هم ندارند، اما کلا سیستم آفرینش آنها با انسان کلا فرق میکنه. شما الان میخوایم صحبت کنیم، مثلا نمیشه بیایم مقایسه کنیم، چون انسان یک مخلوقی است، فرشتگان مخلوق دیگر، جن باز یک مخلوق دیگری است، با اینکه مکلف هست اما مثل انسان نیست. توانایی که داره، مسائل خاص خودشو داره، انسان مسائل خاص خودشو داره. الان وقتی که میاد
میگه که امام عصمت کامل داره، اصلا امام چه نیازی به عقل داره، چه نیازی به تدبیر داره، اصلا چه نیازی به تعقل داره، به تفکر داره. کسی که از بدو تولدش اینگونه هست. آقا این کامپیوتر درست شده، این سیستم اینگونه هست دیگه. امامی که شما معتقد هستید از بدو تولد تا مرگش اصلا نیاز به استفاده از عقل نداره. بعدم میگید عالم الغیب و شهاده هم هست، درسته؟ بله. و اینجاست که وقتی میگید که امام نیازی به استفاده از علم غیب نداره، همینه دیگه. اصلا اون از دایره عقلا هم بیرون کردید دیگه. وقتی انسان بدونه و بعد عمل نکند، خودشو به کشتن بده، دیگران رو به کشتن بده، زن و فرزندشو به اسارت بندازه، بعد بیاد خواهش کنه از دشمن که بذارید آب بخورم، به زن و فرزندم تعدی نکنید، بذارید من برگردم. اصلا شما امام را از دایره عقلا به طور کلی بیرون انداختید. پس عصمت مطلقی که اینها معتقد هستند این نتیجهش هست. البته اینو بدونیم که فکر شیعه یک فکری است که پر از تناقض هست. تناقضات در فکر شیعه بسیار وحشتناک هست. چرا؟ به خاطر اینکه از سوی خدا نیست. یعنی ساخت بشر هست و این بشر، این انسان ها، هر کی اومده بنا به صلاح دید خودش و مصلحت خودش و شرایط زمانی که بوده اومده یک چیزی را به خدا نسبت داده. اما دین خدا چی؟ کامل شده دیگه. الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل شده. دینی که مورد رضای خداست اسلام هست. بله. اما فکر امامت، الان شما وقتی که در مورد امام، همین حتی بحث علم امام هم که میاد، بله، شما میدونید که وقتی بحث علم امام میان، این عصمت مطلق میاد، شما به نظرتون علی نیازی به رسول الله صلی الله علیه وسلم داره؟ چه نیاز داشته باشه وقتی خودش علم کامل این سوال مطلق طالب میکنه تو ذهنتون اصلا نیومده باشه. بله. بینندگان عزیز، علی چه نیازی به رسول الله صلی الله علیه و سلم داره؟ هیچ نیازی نداره. کسی که عصمت مطلق داره از بعد تولد چه کار کرد با ابو سفیان؟ بله، یه مشت زد توی چشم ابو سفیان. آره، تا آخر عمرش هم میگه همیشه گردنش کج بودی، چشمش کج. بعد آره آخونده میگه، بعد میگه که قبل از بعثت رسول الله قرآن میخوند. بله. قبل از بعثت رسول الله علی داشت قرآن میخوند. به نظر شما بیننده عزیز، شیعیان عزیز، خواهش میکنم این عقلتون رو باز کنید. علی چه نیازی داره که نماز خوندن را از رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد بگیره؟ چه نیازی داره اون واحد؟ نیازی داره؟ نه، چون خودش نازل شده بر اون. عصمت مطلق داره، عالم الغیب هم هست. بله. علم لدنی هم داره. همه به دنیا اومده. کلا عصمت، این عصمتی که داره، بله. یعنی این عصمت بر اساس علم هست دیگه. بله. خب آیا علی رضی الله عنه نیازی داره که از رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه و احکام روزه یاد بگیره؟ آیا بر اساس اعتقاد عصمت مطلقی که دارید شیعیان عزیز، علی نیازی داشت که از رسول الله احکام زکات یاد بگیرد؟ برادران شیعه عزیز، بر اساس اعتقاد عصمت مطلقی که برای ائمه قائل هستید، آیا علی رضی الله عنه نیازی داشت که احکام حج را از رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد بگیره؟ علی در خانه رسول الله صلی الله علیه وسلم بزرگ شده. بله. اما در ظاهر تربیت یافته رسول الله است، لفظاً ظاهراً، اما حقیقتاً چی؟ خداوند علم کامل اصلا رسول الله دخل و تصرفی در تربیت علی نداشته. و میدونید باز مهمتر از این، بله. رسول الله صلی الله علیه وسلم بر اساس فکر شیعه هیچ دخل و تصرفی در تربیت دخترشون فاطمه هم نداشته، چون اون هم علم لدنی معصوم هست، معصوم مطلق هست. بله.
رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ گونه دخل و تصرفی در تربیت حسن نداشته. تربیت ایمانی، اخلاقش هیچی، فقط در ظاهر یه چیزی اگه پیامبر به اونها میگفت، اما اینها اصلا نیازی نداشتند. رسول الله صلی الله علیه و سلم بر اساس اعتقاد عصمت مطلق هیچ گونه دخل و تصرفی در تربیت حسین رضی الله عنه نداشته، چون معصومه. چه نیازی داره؟ چیزی کسی که معصوم هست نیازی نداره. بعد علم لدنی داره، به دنیا میاد، عالم الغیب و شهادت است. یعنی نگید حتی بی نیاز هستند از رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی نیازی علی به رسول الله نداره، همه چیز میدونه، معصوم هست دیگه. ولی باز چون میگم دقت کنید اینقدر این فکر درش تناقضات هست، وقت چیز دیگه میخونید نه، میگه که امام معصوم نمیدونه که جانشینش کی هست تا آخرین لحظات زندگیش. چه علم لدنی داره. آره این در کافی هم میاره، از ابو عبدالله میاره. احتمالاً به خاطر مشکلی که توی اسماعیل به وجود میاد، به خاطر قضیه بدا به وجود میاد، اینجا ما چیکار کنیم؟ امام نفهمیده که این اسماعیل قراره بمیره، مجبور شده بگه خدا نظرش رو عوض کرد. بله. من هم نمیدونستم، تغییر کرد، مجبور شدن. یعنی هر آنچه داریم در تناقضات این فکر سر اجبارشونه. یه جا اومده امام قرار بوده این پسر مرده، حالا چیکار کنیم؟ پسر قبل از باباش مرده، بریم سراغ یه نفر دیگه. مجبور شدن کم کم ساختن، یک آشیه کم کم هم زده شده. و این نکته شما فرمودید که علی بن ابی طالب چه نیازی به رسول الله علیه السلام داشته؟ صفحه لپتاپ رو تا فرام میتونید ببینید، صفحه لپتاپ بندر دارید؟ ببینید اصلا خیلی قضیه فراتر از این حرف هاست. خیلی قضیه فراتر از این حرف هاست که ببینیم چه نیازی داشته. اصلا قضیه از نیاز فراتره. ما این رو براتون آماده کنم ببینید شخصیت علی ابن ابی طالب به چه صورت بوده. ببینید رو. 425,000 سال قبل از عالم و آدم، کسی که خدا ولایت او را سربرا بر تمام انبیا عرضه کرد، آدم از برکت علی آدم شد. همه انبیا و اولیا، همه انبیاء سلف، از اولوالعزمشون، از نبیشون، از غیر اولوالعزم، هر پیغمبری، امروز حدیث داشتم میخوندم، خدا خلقش کرد، اول از او میثاق گرفت به ولایت امیرالمؤمنین. بله. اصلا قضیه نیست که رسول الله علیه السلام اصلا چقدر 425,000 سال، خیلی دقیق هم هست، 425,000 سال قبل از اینکه بیگ بنگ اتفاق بیفته، پروردگار متعال این گیتی رو بیافرینند، از انبیا قبل 425,000 سال قبل از آفرینش آدم، خدا از تمام انبیا عهد گرفته که این علی ولی من، ولی حواستون باشه که این علی نیاز به رسول الله علیه السلام نداره. علی نیاز به خدا هم نداره، خدا نیاز به علی داره ولی اعوذ بالله. بله. اینجاست که بحث ما اینو چون بزنیم که دی بینندگان بیان بیشتر صحبت، چون حقیقتا موضوع خیلی متشابک و متشعب هست. بله. این قضیه عصمت مطلقی که آقا شما برای امام قائل شدید، یعنی این که امام نیازی به عقل ندارد. برای چی آخر میخواد چه از عقل استفاده میکنه؟ نه چه عقلیه استاد؟ یعنی من یه سوال اساسی اینجا پیش میاد، چه عقلیه؟ امام یه عقل داره، اون عقل این عقلش مثل هارد کامپیوتر، این عقلش یه علمی داره دیگه، یه دایره علم داره به اسم علم لدنی، عالم غیب هست، یعنی همه چیو میدونه، همه چیز. آره. بعد این امام از این که این عالم غیب هست یه کار اشتباه انجام میده، حرکت میکنه، کوفیان گولش میزنن، به شهادت میرسه. بالاخره از این علم استفاده کرده یا نکرده؟ استفاده نکرد. از کدوم علم استفاده کرده؟ یعنی 2 تا هارد داره، یه دونه هارد، یه دونه فلاپیه، یه دونه هارد، یه دونه مموریه، چیه؟ یه دونه اس دی کارت، شاید یه دونه مثلا هارد 2 ترا گذاشته. آقا یا علم داره که میگه معصوم، عالم الغیب و شهاده است، همه چی رو میدونه، پس چرا رفته زن بچه‌شو کشته؟ به کشتن داده، حداقل خودشو به کشتن داده.
همش فکر شماست این نظر اهل سنت نیست. یه چیزی دیگه و اگر از این علمش هم استفاده نکرده پس کدوم علم استفاده کرده؟ یه علم دیگه کنار این علم داره از اون استفاده میکنه، بعضی وقتا از این یکی استفاده نمیکنه. به هر حال امام متهم بی عقلی و بی اینکه عقلانیت ندارن میکنن. بله. نگاه کنید ادعا میکنن که قرآن برای ائمه نازل شده، درسته؟ بله. مورد خطاب قرآن میگن کیه؟ ائمه. هیچ کس غیر از ائمه میگن چی؟ نمیدونه. قرآن نمیدونه. حالا ببینیم با این ادعایی که میکنید که امام عصمت مطلق داره، وقتی قرآن میاد صحبت میکنه میگه که ما آیات قرآنی که نازل کردیم برای چیه؟ برای کیه؟ هدف چی میگه؟ قرآن داره وقتی صحبت میکنه میگه که لعلکم تعقلون. خب برای اینکه شما تعقل کنید. این وقتی قرآن میفرماد که ان فی ذلک لآیات لأولی الابصار لأولی الالباب ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. امام که صاحب لب نیست، صاحب عقل نیست. پس کجا شما میگید که صاحب عقل کیه؟ کسی که تعقل میکنه، فکر میکنه. امام نیاز به فکر نداره. بله. چطوری میگید قرآن فقط ائمه رو مورد خطاب قرار ده و مخاطبین قرآن فقط ائمه هستن و جز ائمه هم کسی قرآن نمیدونه؟ آقا اصلا قرآن میگه که مخاطب من ائمه نیستن اصلا. بله. اینا جز عقلا نیستن بر اساس اعتقاد شما. سوره مبارکه یوسف اگه ببینم فقط بینندگان، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. تا شما تعقل کنید قرآن عربی، برای اینکه شما فکر کنید تعقل کنید. امام که تعقل نیاز نداره، عاقل نیست امام که. انسان دیگه ابوبکر، عمر، عثمان و کسان دیگه باقی صحابه نیاز به تعقل دارن. یا میفهمن که وكذلك انزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا. بله. برای یک یادآوری به وجود بیاره. اما برای امام آیا یادآوری وجود داره؟ کسی که عالم غیب هست چه یادآوری وجود داره؟ قرآنا عربيا غیر ذی عوج لعلهم يتقون. تا تقوا پیشه کنند. تو اینکه ذی عوج غیر ذی لعلهم يتقون، این نیاز نداره امام. وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا وصرفنا فيه من لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع. بله. برای کی انذار چی کنه؟ خودش میدونه. اصلا علی دیگه نیازی به انذار از اینکه بهش گفته بشه نداره، اصلا او خودش اسمت کلا داره. انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. قرآن عربی قرار دادیم که شما تعقل کنید. خب امام که نیاز به تعقل نداره، عاقل نیست. بله. بریم سراغ امام یک ابزاری است از دید شیعه که اصلا هیچ احساساتی هم نداره، هیچ احساسی نداره، عواطفی نداره. بدین خاطر آقا نگاه کن شیعه چرا باید در اینجا بگه که امام علم غیب داره؟ علم غیبش استفاده نمیکنه. یعنی اینکه آقا امام با اینکه میدونه همه چیز رو هیچ احساسی، هیچ عواطفی نداره. بله. بعد این گونه باشه دیگه. بله. تماس اول رو از طریق واتساپ دوستی که پشت خط هستید بفرمایید، خواهش میکنم. سلام علیکم. علیکم السلام، بفرمایید. خیلی خوش اومدید برنامه. علیکم السلام، بفرمایید. علی جان شما قبول داره که سوره مائده آخرین سوره قرآنه؟ نمیدونم چه ارتباطی به موضوع برنامه داره. شما فرض بگیرید که آخرین سوره قرآن باشه. قبول داری؟ شما فرض رو بر این بگیرید که آخرین سوره قرآن باشه. خداوند به رسولش میفرماید که اون چیزی که گوش بگیر، صحبت نکن. موضوع برنامه نیست که علی چی کاره بود، ولی حالا شما چی کاره بود حضرت علی؟ عزیز من، جان من، جان زید بن ارقم میگه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم سفر آخرش که از حج برمیگشت، در قدیر خود دست علی را گرفت، فرمود جانشین من ایشونه. ابو داوود میگه زید بن یشیم، به خدا اگه الان علی بن ابی طالب چی کاره بود داخل اینجا؟ از مسلم در حدیثش از زید بن ارقم گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم در
دست علی را گرفت. برنامه رو میبینید یا اصلا کلا برنامه رو نمیبینید؟ روایت مسلم دار چیزم نداریم. برنامه رو میبینید یا برنامه رو نمیبینید اصلا؟ چرا میبینم، میخواد جواب شما بدن که همش حاشیه میرین. چرا شما حاشیه میرین؟ چرا اصل مطلب نمیگین؟ قربونت برم، اصل مطلب این نیست که شما میفرمایید که موضوع برنامه زیر نوشته شده این اصل مطلبه. مراجع شیعه دوست عزیز ما میگن امام حق استفاده از عقل را ندارد، دلایلش از اول برنامه تا الان گفته شده. من نمیدونم یهو وسط برنامه تماس گرفتید میگید من میخوام زمین ببینم حضرت علی چی کاره بوده. نمیدونم حضرت علی فکر می‌کنم تو نخلستان کار میکرده یا کار دیگه ای داشته. بعد میگید که آقا قضیه غدیر خم، والا به خدا اگر قضیه غدیر خم موضوع برنامه امروز باشه، اگر من که نمیتونیم همینجور دنبال شما بریم، شما هر برنامه زمین میذارید هر موضوعی که دوست دارید بگید این اصل منه، شما طبق اصل من برنامه‌تون رو بچرخونید. برای آخرین بار اگر در مورد موضوع برنامه مطلبی دارید بفرمایید، اگر در مورد موضوع برنامه مطلبی ندارید بریم سراغ بیننده بعدی. بفرمایید خواهش میکنم. ببین عزیز محترم، من مطلب دارم، شما لطف بکن جواب من بده. شما میفرمایید که تمام علمای شیعه به قول گفته آقای حسینی دارن یاوه میگن. ما میخوایم بفهمیم ما که شیعه هستیم، آیا سوال ما اینه آیا پیامبر در روز که بعض حج برمیگشت آخرین سفرش دست حضرت علی نگرفت، نه فرمودش این جانشین منه؟ این یکی سوال. خب سوالتون بذارید برای برنامه پرسش و پاسخ. برنامه پرسش و پاسخ استاد زهرابی همه سوالات شرعیتون رو، سوالاتی که مطرح بکنید رو بهتون پاسخ میدن. موضوع برنامه اینه دوست عزیز، من به توضیح میبرم چون به خاطر احترامی که تماس گرفتید. من انقدر نمیتونم به شما حالی کنم که صدای تلویزیونتون رو ببندید. من انقدری که به شما بگم صدای تلویزیون تو من نمیتونم بهت حالی کنم، بعد میخوام موضوع برنامه رو حالی بکنم. میریم سراغ بیننده بعدی. بابا اینا به خدا اینا پای منبر که بشینی اینطوری بار میای، پای منبر که بشینی اینجوری بار میای، اصلا نمیفهمی، اصلا از یه دنیای دیگه اومدی. یعنی به کسی که نمیتونه 3 بار از اول برنامه تا الان من بهش میگم آقا صدای تلویزیون رو به آخر سر میکنه من تلویزیون دارم صحبت میکنم. یعنی به یک بچه‌ای که آخوند اینو بزرگش کرده نمیتوانی بفهمانی که صدای تلویزیون تو ببندی. بعد میخوای بفهمی موضوعات برنامه باید احترام بذاره یا در مورد موضوع برنامه صحبت بکنه. میگم آقا امام علم غیب دارد، از طرفی معصوم هم هست، پس دیگه از عقلش هم که شما میگید خودش اینجا از علم داشته از علم استفاده نکرده چون که معصوم بوده و علم غیب داشته ولی از علم استفاده نکرده، از علمش هم استفاده نمیکنه. شما یافی میگم آقا مگر در سوره مائده در آخر نمیدونم حیات رسول الله علیه السلام بنده خدا استاد حسین داره فکر میکنه میخواد چی بگه، میگه شاید میخواد در مورد آیه وضو صحبت بکنه، بعد میگه نه داره میگه در مورد حجۃ الوداع رسول الله در مورد غدیر قوم صحبت میکنه. میدونید چیه؟ یه قومی با یه قومی درگیر، یه قومی اینا هستن که مردم تو خیابون میزنن ها. اینا هستن که این کار نمیکنه اصلا. اینا صدای تلویزیونشون نمیتونن به زنگ میزنن برنامه زنده. دیگه توقع دارید مثلا به بچهای ما تو خیابون رحم بکنن، مثلا حالیشون بشه که قانون بد، حکومت دیکتاتوری یعنی چی؟ اینا همینا هستن. بیننده بعدی از طریق واتساپ دوست پشت خط هستن، بفرمایید خواهش میکنم. سلام و علیکم السلام. یکم صداتون پایینه. این روشنگری دیشبتون که راجع به حضرت حسین فرمودید خیلی عالی بود، خیلی من یه چیز یاد گرفتم. حالا یه زمانی من راه این آقایون داشتم گفتم که الحمدلله جداش اینجا نوشید امام حق استفاده از عقل ندارد. من یه چیزی از شما رو نزدیک برگردونم. مراجع شیعه فرمودن که مقلدین ما حق استفاده از عقل ندارن. پدر بیامرز شما رفتی امام ولش کن، این مرجع این بابایی که اومده داره اینجوری صحبت میکنه چون مرجعش بهش گفته که از عقل استفاده نکن. حالا تو سوره مائده رو انقدر بفهمه خیلیه، من خیلی برای ایشون احترام قائلم، ولی بهترین کاری که ایشون بره سوره مائده رو بخونه ببینید چی نوشته. در سوره مائده نگفته که پیامبر از حضرت علی گرفت بالا، ها در اونجا چیز دیگه گفتن. به خدا این مراجع شیعه گفتن تو عقل نداری، چون موقعی که میشینه پایین منبر و بالا منبر میگه که بدونن شیر اومد 3 دفعه نمیدونن جلوی امام حسین چیکار کرد، ملق زد چیکار کرد، شما خیلی گریه میکنید آقا شیره کرد اومده برگرده وسط راه، اصلا نمیفهمی چی میگی. امام علی میپرید رو اسب میپرید بالا میپرید پایین، چه ارتباطای مزخرفی میگی.
خدا پدرتون رو بیامرزه، این روشنگریاتون ادامه بدید. خیلی جالبه. این دوستانی که میان بیشتر خودشون نشون میدن، شما بر مبنای اون چیزی که به حقه دارید میری جلو. من آرزوی سلامتی دارم، خیلی متشکرم. من دوستان خیلی هم لطف کردید. بزرگوارید، الله دوستتون داشته باشه، خدا نگهدارتون. تماس بعدی از طریق اینستاگرام که رفتن پایین، تماس بعدی رو میریم سراغ باز واتساپ. بفرمایید، خواهش میکنم. دوستی که پشت خط هستید در خدمتتون هستم. سلام واحد. علیکم السلام، بفرمایید. سلام استاد واحد. علیکم السلام و رحمت الله. استاد حسینی هم سلام عرض میکنم. خدا قوت بده به برنامه‌های پربارتون. خواهش میکنم، بفرمایید. ممنون. استاد من شرمنده‌تونم، تا زمانی که ما ایرانی‌ها این مذهب خرافی رو رها نکردیم، از این تشیع بیرون نیومدیم، حال روزمون همینه. واقعا تشیع اگه عقلش رو به کار مینداخت هیچ وقت به روز نمیافتاد. این بنده خدا یه دختر رو کشتن و نتیجه همین، به نظر من نتیجه همین بستن عقله. یعنی اگر مردم ایران میخوان از ظلم و ستم اینها رهایی پیدا کنن، به نظر من اول اینه که تشیع رو رها کنن. یعنی من اینو استاد موحد خودم بالعینه تجربه کردم. بالعینه خودم یه چیه دادم. خب بله، پدر و مادرم شیعه بودن، من میدونم چه لجنزاریه. شاید ببخشید، شاید شما از اول سنی بودید، اهل سنت بودید، شاید ندونید، ولی منی که از اول شیعه بودم من میدونم مردم به چه حال روزی انداختم با این عقاید مزخرفشون. به همین خاطر من از تریبون شما استفاده میکنم، به همه مردم میگم، هم زبونهای ترزبان خودم هم میگم که ای مردم، شما میخواید از ظلم اینها رهایی پیدا کنید، درجه اول اینه که از تشیع بیاد بیرون. هر لجنزاری این تشیع داره، هر کشتاری داره این تشیع داره. مگه هم تشیع نبودن حسین رضی الله بردن اونجا پخش کردن؟ اینها از جهل ما استفاده میکنن، استفاده میکنن. آدمانی که ما این عقل منو به کار ننداختیم، به نظر من آش همین است و کاسه همون. من سوال دارم ازتون، چه شده؟ شاید به درد خواهش میکنم شاید به درد بینندگانی بخوره که بخوان از این تماس شما استفاده بکنن. چه چیزی، چه جرقه‌ای در اعتقاد شما باعث شد که کنار بذارید اون خرافات آخوندی رو و پیرو قرآن و سنت بشید؟ استاد موحد، من در درجه اول لطف الله بود. خب لطف الله بود، قرآن رو خوندم، دیدم هیچ عقیده‌ای که شیعه داره تو قرآن یافت نمیشه. این اول جرقه بود. یعنی اگه لطف الله نبود به هیچ وقت نمیتونستم اینو در بیارم. لیس علیک هداهم. بله. با دوستان خودم هم که صحبت میکنم میگم قرآن رو مطالعه کنید، عقلتون رو به کار بندازید. وقتی با عقل میاییم جلو، اونی که قرآن رو قبول نداره مجبور عقلش فشار بیاره، آخرش قبول میکنه. شکر خدا خیلی الان مردم برگشتن، ولی متاسفانه این تقلیدی که تو جامعه ما هست، غالب منکدن، این کار رو خراب میکنه. یک به مردم میگم، تا زمانی که این مردم، چون من دوستی دارم گفت، زمانی که ایران از این خرافات تشیع بر دست بر نداشته، داشت همه هست و کاته همون. یعنی فردا این رژیم هم عوض بشه استاد موحد، پس کنید فردا این رژیم عوض شد. خب بهترین رئیس جمهور دنیا هم اومدن سر ما حکومت کردن برای ما. خب بهترین اقتصاددان ها اومدن. به نظرتون جواب میده با مردمی که میرن
حاجتشون رو از قبل میخوان به هیچ عنوان نمیده. چون مردم فقط جای مثلا امام و تاج عوض میشه، تفکر همون باشه به هیچ دردی نمیخوره. یعنی بهترین رئیس جمهور کل دنیا هم بیارید سر تشیع و هیچ جوابی نمیگیرید. خیلی متشکرم. فقط حماقت میمونه سر جاش، چپاول برید به طور دیگه ای مثلا رواج پیدا میکنه. خیلی متشکرم. امامه چاشو میده به کراوات و فلان و به خیلی متشکرم. باید علامت باشید. زنده باشید بزرگوار. انشالله این برنامه پربارتونم ادامه پیدا انشالله حتما انشالله. جزاک الله خیر. خدا نگهدار شما. خواهش میکنم خدا نگهدارتون. من بله چیزی که اشاره کردن دقت کنید، حقیقتا ایران قبل از صفوی نگاه کنید وقتی که با قرآن و سنت بود چه خدمتی نه فقط به مسلمانان به بشریت کردند. ایران قبل از صفویت نگاه کنید و ایران بعد از صفویت نگاه کنید. ایران قبل از صفویت چه خدمت‌های، چه علمای بزرگی در فنون مختلف، چه دینی و چه دنیوی، همش در راستای خدمت به دین هست. همه می‌بینیم دقت کنید قبل از صفویت بودن. دقیقاً. بزرگترین علما. شما تو این اصفهان چقدر محدث داشتید، توی شیراز، برو تو ری، تو سیستان، حتی توی قزوین، توی نیشابور، همه جای ایران مراکز علم بوده. بعد علمای بزرگ در فنون مختلف. بعد از صفویت چی شد؟ چی موند؟ ایران شد خرابه، قبر پرستی. بله. من یه چیز نکته رو گفتم اولا که من هیچ وقت نشده من کسی رو بگم چه شده که خرافات رو گذاشتی کنار، چه غیر مسلمون چه شیعه، مگر اینکه قرآن رو بگیم، مگر اینکه تنها چیزی که هدایت میده کلام الله متعال هست. و در مورد تعقل، در مورد فکر کردن، ببینید قرآن چقدر میگه فکر بکنید و از اون طرف مراجع شیعه میگن آقا تبعیت کن، احادیث آل محمد صعب مستصعب، سخت نمیفهمی، بیا ما به توضیح بدیم. ببینید خودتون فقط من تعقلون رو تو قرآن خودتون سرچ بزنید، تازه همش هم نمیاره چون با صیغه‌های دیگه اومده. ببینید چند تا افلا تعقلون، لعلکم تعقلون، افلا تعقلون، آیا فکر نمی کنید؟ کاش که فکر بکنید. افلا تعقلون، ان کنتم تعقلون، افلا تعقلون، لعلکم تعقلون. میبینید چقدر داخل قرآن فقط این نیست. من همینطور صفحه بزنیم جلو بریم خداوند 3 تا صفحه شما فقط هر چقدر برید باز هم پیدا میکنید بحث تعقلون هست. فقط تازه تفکرون و بقیه من این سرچ فقط تعقلون هست. این خداوند چقدر به ما میگه که آقا فکر کن ای انسان، این کلام وحی هست، فکر کن. تماس بعدی از طریق اینستاگرام، بریم سراغ اینستاگرام. بفرمایید دوستی که پشت خط هستید. سلام، خسته نباشید. علیکم السلام، سلامت باشید. آقای موحد، شما توی صحیح بخاری کتاب تعبیر حدیث 69-82 روایت دارین که پیامبر بعضی مواقع